سلام، من حدیثم و به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با هم ماکارونی درست کنیم. آره ماکارونی درست کنیم. درست حدس زدیم. میریم که با هم ماکارونی درست کنیم. راستی من ماکارونی رو با گوشت چرخ کرده دوست دارم، ولی همسرم مهدی با سویا دوست داره. من قاطیش میکنم یه طعم دوتاش هم در میاد دیگه. اگه این تلفن اینجوری بکشم تو دور صورتم، خب رو صورتم چشم نمیسوخه. چجوری بکشم الان؟ یا فرد درگیر هستم با خودم و بکنم. آره؟ نه؟ آره. مثلا دارم مغنه انگار سر میکنم بچه. مثلا الکی نمیشه بچه، نمیچسبه تو سرم. خب نمیشه، من نتونستم. شاید میشه، من نتونستم. بریم که پیاده رو رنده کنیم چشامون در بیاد. خب رنده و باز هم رنده و باز هم رنده. خب دارم رنده میکنم. بگم که من 1 ساله که خونه خودم زندگی میکنم. زیاد آشپزی بلد نیستم. میرم خونه مادر شوهرم یا خونه مامانم اینا و اینجوری، ولی دیگه تصمیم گرفتم از بعد خودم آشپزی کنم. هم آشپزی کنم، هم نقاشی بکشم، هم هر چیزی که بلدم رو با هم درست کنیم و لذت ببریم. اگه ببینم شما رو دیگه من چشم ندارم و دیگه حدیثی نیست که چشم رو باز کنم. پیازا رو رنده کنم برگردم. الان قراره که با هم دیگه فلفل دلمه رو خورد کنیم. البته یکیشو یه ذره‌شو. بچه‌ها یه چیزی یادم رفته. چی؟ سیب زمینی یادم رفته. بعد سرخ کنم برای ماکارونی. میخوام امروز بدون سیب زمینی بپخم. نمیدونم چطوری میشه. تا حالا اونجوری نپخیدم. خب بچه‌ها یه چیزی بگم بهتون. من چند انداختم رو میز، ببخشید من درد میخوام. من چجوری میگم؟ من ترکم. خب ترک تبریزم. وقتی که بعضی وقتی جمله بندیم اشتباهه، فعل و فاعل و مفعول و اینا رو اینور اونور میگم، به دل نگیرین، چون واقعا قاطی میکنم. من اصالتا ترکم و کلا تو خونه بیرون همه جا ترکی حرف میزنیم دیگه، سر کار و فلان. واسه همین ممنون میشم که درک کنید. ممنون، مرسی. فلفل دلمه‌ای ها رو خورده میکنیم قشنگ. اینجوری که من دارم با آرامش غذا درست میکنم، اینجوری که معلومه ساعت الان 9 نیست، 7:15 عصر. قراره که 11 غذامون آماده بشه. ساعتم نشونتون میدم. وای یه ذره دیگه کم شد. یه ذره دیگه هم فلفل دلمه‌ای قراره که خورد کنم. بازم ببخشید که انداختم رو میز. بله اینجوری نمیدونم قراره چجوری درست کردم ها، نکردم نیست. ولی خب اولین باره بدون سیب زمینی قراره ماکارونی درست کنم. نمیدونم شما سیب زمینی میزنین؟ من میزنم. امروز تو سر کار یکی از بچه‌ها میگفت که سیب زمینی نمیزنن. من خودم می‌خواستم بزنم، یادم رفته بود. یادم افتاد گفتم بزنم ببینم چه جوری میشه. راستی بچه‌ها لایک و سابسکرایب یادتون نره. تازه شروع کردم، ممنون میشم حمایت کنین. و اینکه قراره کلی ویدیوهای قشنگ خوشمزه فان با همسرم خودم تنهایی همشو بگیریم دیگه. ممنون میشم سابسکرایب کنید. کلتون این دیگه آخریه. این چه توش اینجوریه. نمیدونم چیه. من نمیدونم چیه. شما رو نمیدونم. اگه میدونین بگین چیه. اینجوری بود. این کرم بود ولی کرم نبود، از خود فلفل دلمه‌ای بود. اینا رو هم خورد کنم. بعدش بریم قشنگ با هم آبو بذاریم بجوشه، ماکارونی‌ها رو بریزیم توش. فعلا الان نمی‌ریزم تا آب بجوشه، منتظر میمونم. بعدش گوشت چرخ کرده. او مای گاد. گوشت چرخ کردمون یخش آب بشه و پیازا اینجوری ادویه‌ش رو هم بزنیم. بعد بریم سرخش کنیم. بعدش هم که درستش کنیم دیگه. هیچ دیگه
یه حرفی ندارم دیگه. که ادویه گوشتمون رو بزنیم. بچه من یه ذره زردچوبه میزنم. خب اینقدر نگاه این همه زردچوبه یه ذره بزنم. زردچوبه میزنم، بعدش فلفل سیاه میزنم حتما. من همیشه به غذام آبیشم میزنم چون هم طعمش رو خوشمزه میکنه، هم مثلا بوی اون گوشته چون من دوست ندارم اینا رو میبره. چی دیگه اینم از ادویه هاش. بریم اینا رو قشنگ قوطی کنیم، بعد ببریمش رو قاز. آبو گذاشتم، الان جوشو روشن میکنم که بجوشه. بعدش همین مواد رو که قاطی کردم میریزم تو این تابه، قشنگ هم میزنم نشونتون میدم. من روغن رو ریختم، الان قراره که گوشتا رو اینجوری بریزم تو این تابه. اینم بگم که من یادم رفت سویا رو اوکی کنم. گفتم که قراره سویا بزنم، یادم رفت کلا. بله دیگه مجبوریم فقط با گوشت چرخ کرده بخوریم و امیدوارم که کم نشه موادمون، چون سیب زمینی هم نداره امکانش خیلی زیاده که موادمون کم بشه. خب گوشتا رو قشنگ سرخش میکنم، سرخ. بچه ها قراره خیلی کم بشه موادش، چون من قارچم میزنم، مهدی قارچ دوست نداره. خب بریم که فلفل دلمه ها رو اضافه کنیم، قشنگ همش میزنیم قشنگ قاطی باشه. بچه ها قراره موادمون خیلی کم بشه، ولی خب دیگه چیکار میشه که هر جوری شده باید بخوریمش، چون حسش نیست که از این تشریفاتی تر درست کنم. خب بچه میخوام ربمون رو اضافه کنم، کم کم اضافه میکنم خب، ولی مطمئنم که قراره همشو بزنم چون من با رب خیلی زیاد دوست دارم. ولی خب کم کم اضافه میکنیم که یه وقت تلخ نشه. نگاه میکنیم به اندازش. خدایی نچرده تلخ ملخی نشه. همشو زدیم و قاطی پاتیش کردیم. بچه من تصمیم گرفتم قارچم بزنم، امیدوارم که مهدی دوست داشته باشه و بخوره. خب از قبل تو فریزر داشتیم، گفتم یه ذره ازش اضافه کنم. خب امیدوارم که دوست داشته باشه. باور کنی یه ذره است. امیدوارم که مهدی هیچ وقت این ویدیو رو نبینه، چون از قارچ متنفره. وای خدای من، درسته که قراره تو غذا ببینه، ولی خب دیگه. خب چه یه چیزی یادمون رفته بزنیم. اگه گفتیم بله برنده این نمک یادمون رفته بود بزنیم. اوه مای گاد، چون ربم خودش نمک داره دیگه از این بیشتر نمیزنم. کاتی بعدش بریم ماکارونی ها رو بریزیم تو آب جوش. خب بچه تا وقتی اینا دارن آماده میشن، زحمت میکشن میپزن، با هم یه ذره حرف بزنیم. بچه من قراره از این به بعد ویدیوهایی مثل آشپزی، نقاشی کشیدن، مثلا از این میستری باکس فلانا و بهمانا بگیرم براتون. خب ممنون میشم که حمایت کنید، کم کم آروم آروم. اگه دوست داشتین دیگه بگین دیگه، با نمکم بی نمکم، خودم میدونم با نمکم. قراره که اینو آبکش کنیم، فقط بی زحمت اون ور ظرفشویی نگاه نکنید. خب آب سرد میریزیم.
خب بعدش هم اینجوری آب سرد اینجوری میکنیم، بعد برمیداریمش، میذاریم آبش بره، برمیداریم. خب چه دیدم کم شد، بالا میذارم میذارم حواسش بعد قشنگ کنم. خب چی میگم قشنگ کنم قشنگ همش میذارم بزنیم بعدش. خب بچه‌ها حالا که این شده بزنیم بگم بشه. خب زیرش نمی‌کنیم. بزنیم بشه. خب بچه‌ها کشید میارم میخورم. اگه مهدی هم اومد با اون میخوریم، بهتون میگم که خوشمزه شده یا نه. خب بچه‌ها غذا آماده شد، اومدم بهتون بگم که چجوری شده، طعمش چه شکلی شده، خوشمزه شده یا بدمزه شده. ببینیم. چه خوشمزه شده. خیلی خوشمزه شده. اصلا در نکنه. بفرمایید. ببخشید دیگه نمیتونم به شما بدم، معذرت میخوام. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. خیلی 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 دوستتون دارم. هر ویدیویی که بگین ویدیوی بعدی درست میکنم. خیلی دوستتون دارم. ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنید. ممنونم. خدا نگهدار.